الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اول حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درود بی‌عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. خب محترم جماعت عزیزان من، انشاءالله خدا خواهد کسانی که در مسافرت هستین الحمدلله من در مسجد تاج محل انشاءالله 2025 سال با از نو خدا خواهد انشاءالله کار سر کردیم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله کچھ قوتیت من یک گروه مهمانو از شهر اندیجان انشاءالله خدا خواهد اومده، خدا خواهد بلند نبرای یعنی زیب و زینت دادن، خدا خواهد انشاءالله کمری همت بستن. الله سبحانه و تعالی البته برادران کچھ قوت عطا نماید. خدا خواهد من امسال 2025 انشاءالله مسجد میکشیم دیگه تا خدا خواهد نیت های الحمدلله. اگر الله سبحانه و تعالی کچھ قوتیه شما عزیزان من مسافرای عزیز اگر شما خدا خواهد دستگیری کنین خدا خواهد انشاءالله یعنی خیر احسانتون دریغ نداره عزیزان من. خدا خواهد چون که پاداشی این خانه را مکافات شه الله سبحانه و تعالی خودش میتیه آنچه خیر احسانی میکند. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره 7 آیت 39 میگد و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. با آن که شما میگن نفقه میکنین در راه الله سبحانه و تعالی و یا جاش میگه خدا سبحانه و تعالی پر میکنه و خداوند انشاءالله بهترین رستینده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن ما نقص مال عبد من صدقه، یعنی کم نمیشود مال بنده انشاءالله به صدقه کردن. یعنی شما چقدر خیر انسان کنید الله سبحانه و تعالی همون قدر خدا خواهد یعنی صدقات شما قبول میکند، مکافاتش در این دنیا خدا خواهد دولت و پول مال شما زیاده میکند و انشاءالله در آخرت بهترین قصرهای جنت برای ما شما الله سبحانه و تعالی خدا خواهد بنا میکند. در حدیث قدسی خدا چی میگه؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، یعنی ای فرزند آدم یعنی انفاق احسان کن البته من برای تو احسان میکنم. این حدیث قدسی است خدا خواهد امام بخاری مسلم روایت کرده است. این حدیث انشاءالله حدیث قدسی از جانب الله سبحانه و تعالی یعنی خدا میگه ای فرزند آدم نفقه کن البته من اما نفقه کرده انشاءالله خدا خواهد یعنی منم نفقه میتیم منم برای تو پول و مال و دنیا ده انشاءالله خدا خواهد زیاده میکنم. عزیزان من خدا خواهد انشاءالله امسال سال 2025 که هممون کمری همت میبندیم زور میزنیم خدا خواهد انشاءالله خدا اولا دولتاتون مال و دنیاتون زیاده بگرداند. امید میکنیم خدا خواهد انشاءالله خیر احسانتون هرگز دریغ نمیداره چون که خدا خواهد انشاءالله همه مقصد ما یک است آباد کردن خانه الله سبحانه و تعالی. این هم خدا خواهد به همه نصیب نمیکند. امسال این درگاه خدا خواهد انشاءالله خانه وقتی خدا پر میشود درگاه خیر احسان بنای مسجد با آخر میرسد. اولا انشاءالله خدا خواهد ما شما را در این دهه رحمت که من امروز روزمون 5 روز شد الله به درگاهش قبول کند. خدا خواهد انشاءالله در این دهه رحمت الله سبحانه و تعالی همه ما شما را اله با رحمت سزاوار گردوندگی باشد. پروردگار عالم در این ماه مبارک چی مقصد و چی آرزوها داریم خواه دینی است و خواه دنیاوی الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش اله برآورده خیر بگردان. مسافرای عزیز شما را در این یعنی ماه انشاءالله خدا خواهد روزه گرفته همچو با خدا خواهد برای پیش بردن زندگی خاندان تو و انشاءالله و برای خیری احسان کردن کمری هیبت بستین. الله سبحانه و تعالی اولا برای هر یکی ما شما یعنی کوچ و قوت انشاءالله خدا هم در رحمتش اله سزاوار گردوندگی باشد و انشاءالله الله سبحانه و تعالی در گوشه باشین انشاءالله در پناه الله باشین و یک مقصدهای حاصل شده بیان خاندان بر وطن عزیز برگردن الله سبحانه و تعالی نصیب بدارد. میپرسن که انشاءالله خدا خواهد رفتیم مسجد پرتین انشاءالله این طرف خدا خواهد تیز نوارا کرده با شما عزیزان هم صحبت شدن دیدار یکدیگر دیدن الله سبحانه و تعالی اله مناسب باشد. همیشه شاد باشین همیشه خرم باشین در گوجای باشین در امان الله سبحانه و تعالی باشین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. Well, I can't just cut you.